تو این ویدیو میخوام در مورد قوانین استفاده از هوش مصنوعی در نگارش و چاپ مقالات علمی و همچنین داوری مقالات علمی صحبت کنیم. اول وقتی استفاده از هوش مصنوعی فراگیر شد، یک باور عمومی وجود داشت که میگفتش که استفاده از هوش مصنوعی تو انجام کارهای دانشجویی و پروژه‌های تحقیقاتی یک جوری تقلب محسوب میشه و یه اخباری به گوشمون میرسید از فلان کشور، فلان دانشگاه که میگفتن مثلا اون دانشجویی که تو انجام تکالیفش از هوش مصنوعی استفاده کرده یا پژوهشگری که تو نوشتن مقاله‌اش اومده از هوش مصنوعی استفاده کرده، این برخورد باهاش شده و یک فضای گنگی نسبت به استفاده از هوش مصنوعی، اینکه چقدر میتونیم ازش تو پژوهش‌هامون استفاده کنیم، وجود داشت. بعد کم کم خب زمان گذشت، استفاده ازش بیشتر و بیشتر شد و خب ژورنال‌های مختلف، دانشگاه‌های مختلف، شرکت‌های مختلف اومدن قوانین خاص خودشون رو در مورد میزان استفاده و نحوه استفاده از هوش مصنوعی اومدن تدوین کردن و نوشتن. از طرف دیگه ای هم یک فضای توی سوشال مدیا درست شده بود. میدیدی که مثلا میومدن تبلیغ میکردن که چجوری مثلا تو 10 دقیقه مقاله خود را با هوش مصنوعی بنویسیم، چجوری یک مقاله مروری رو تو 8 دقیقه بنویسیم و خیلی زیاد بود از این نوع اطلاعات این شکلی که میومدن یه هوش مصنوعی رو معرفی میکردن که مثلا بیاد مثلا این قسمت از مقاله رو انجام بده. از اون طرف یه جنگی هم شکل گرفته بود بین کمپانی‌های مختلفی که تو زمینه هوش مصنوعی فعالیت میکردن و مثلا یکیشون میومد میگفتش که آره ما یه هوش مصنوعی ساختیم که میتونه بیاد دیتکت کنه که چقدر توی متنی استفاده شده از هوش مصنوعی، 80%، 90%. دوباره یه کمپانی دیگه میومد میگفتش که نه مثلا ما یه هوش مصنوعی ساختیم که این جلوگیری میکنه از شناسایی یا از دیتکت شدن اون متنی که با هوش مصنوعی نوشته شده. و خب این جنگه همینجوری بین کمپانی‌های مختلف ادامه داشت و هنوز هم ادامه داره. حالا توی این ویدیو ما میخوایم بیایم ببینیم که انتشارات‌های مختلف وقتی که ما میخوایم مقاله‌مون رو چاپ کنیم توی یکی از مجلات اونها چه قوانینی رو دارن نسبت به نوع استفاده ما از هوش مصنوعی. به طور کلی خودتون بهتر میدونین که وقتی که ما یک کار پژوهشی رو انجام میدیم، این کار پژوهشیمون رو میخوایم منتشرش کنیم، توی یک مجله منتشر کنیم و این مجلات مختلف همونطور که خودتون باز بهتر میدونین با یک انتشارات خاصی کار میکنن. مثلا مجله X با الزویر کار میکنه، Y با مثلا سیج کار میکنه، اون یکی با تیلور اند فرانسیس کار میکنه. حالا بسته به اون رشته‌ای که دارید این میتونه متفاوت باشه. هر کدوم از این انتشارات ها قوانین خاص خودشون رو در مورد استفاده از هوش مصنوعی دارن که حالا اینجا چند تاشون رو به عنوان مثال میایم در موردش صحبت میکنیم. برای مثال مثلا الزویر، انتشارات الزویر که خب مجلات خیلی زیادی هم هستن که باهاش کار میکنن، میاد میگن شما باید حتما گزارش کنید که از هوش مصنوعی تو انجام کارتون استفاده کردین. یعنی باید بنویسین یا تو قسمت اکنالجمنت یا تو اون قسمت که بیان میکنید دیسکلوژر مقاله هست، باید بیاین اونجا بیان کنید که از هوش مصنوعی استفاده کردین. یک باور عمومی الان وجود داره، یعنی من خیلی جاها میشنوم اینو که فکر میکنن، خیلی از پژوهشگرا فکر میکنن اگر که مثلا از هوش مصنوعی استفاده کرده باشن و بیان بنویسن این رو تو مقالهشون که مثلا ما اینقدر استفاده کردیم از هوش مصنوعی، مثلا اون ژورناله حالا ناراحت میشه از دستش یا مثلا تاثیر میذاره تو داوری اون مقالهشون، در صورتی که واقعا اینجوری نیست. یعنی اگر که اون روالی که خود ژورنال اومده در موردش صحبت کرده، اون قوانینی رو که در موردش گفته، اگر اون رعایت بشه و شما طبق همون قوانین اشاره کنید به اون میزان استفادهتون از هوش مصنوعی تو اون کار، هیچ دلیلی نداره که اون ادیتور اون ژورنال یا داور اون ژورنال بخواد که تأثیر بذاره این استفاده شما از هوش مصنوعی، مگر اینکه خلاف اون قوانینی باشه که تو اون انتشارات در مورد میزان استفاده از هوش مصنوعی بهش اشاره شده. پس گفتیم که الزویر میگه که اگر که از هوش مصنوعی استفاده میکنین حتما باید اینو اعلامش کنین، حتما باید تو مقاله بنویسینش و این تو مقاله چاپ میشه، تو اون فرم نهایی چاپ میشه توی قسمتی از مقاله که مثلا این میزان استفاده از هوش مصنوعی توی مقاله انجام شده. انتشارات وایلی یه مقدار سفت و سخت‌تر، قوانین سفت و سخت‌تری نسبت به این مسئله داره و میگه با جزئیات کامل باید بیاین اینو اعلامش کنین. یعنی اینکه دقیقاً از چه نوع هوش مصنوعی استفاده کردین، مثلا چت جی پی تی ورژن 3.5 یا 4 یا مثلا یه هوش مصنوعی دیگه، و اینکه چه استفاده دقیقاً ازش کردین و با اون استفاده‌ای که ازش کردین، یعنی با توجه به استفاده‌ای که از اون هوش مصنوعی کردین، توی یه قسمتی از مقاله این باید بیاد و نوشته بشه. برای مثال شاید نیاز باشه تو متد این اضافه بشه، این
در واقع اون نوشتاری که شما دارین بیاد تو متد استفاده بشه یا توی قسمت اکنالجمنت بیاد مثلا اون گذاشته بشه. بعد انتشارات دیگه مثل سیج، تیلور اند فرانسیس، نیچر، ساینس، پلاس وان، هر کدوم از اینها یک راهنمای گایدلاین خیلی بلند بالایی دارن که در مورد اینکه چقدر میتونین از هوش مصنوعی تو مقالاتی که توی اون انتشارات، تو مجلاتی که مربوط به اون انتشارات هستن چاپ میشن، چقدر شما میتونین از هوش مصنوعی استفاده کنید. یه گایدلاین خیلی بلند و مفصلی دارن. به طور کلی یک قانون اولیه بین همه این انتشاراتی که اسم بردم، الزویر، تیلور اند فرانسیس، سیج، پلاس وان، نیچر، ساینس، یه قانون کلی وجود داره که میگه آقا میزان استفاده شما از هوش مصنوعی باید در حد این باشه که کیفیت و اون زبان مقالتون رو بخواین در واقع پیشرفتش بدین، بهترش کنین. یعنی اینکه نباید هوش مصنوعی بیاد یک قسمتی از مقاله رو بنویسه. و چرا این رو میگه که چرا نباید هوش مصنوعی یک قسمتی از مقاله رو بنویسه؟ چون هوش مصنوعی نمیتونه مسئولیت اون چیزی که نوشته رو قبول کنه. چون ما نمیتونیم به عنوان نویسنده بیایم مثلا جزء نویسنده ها بذاریم که چت جی پی تی مثلا نویسنده این مقاله بوده. یک اسامی حقیقی باید اونجا باشن که اینا افیلیشن دارن و مشخصه که کجا هستن، کجا کار میکنن و اون مطالبی که تو اون مقاله نوشته میشه باید اون نویسندگان مقاله مسئولیت اون مطالبی که تو اون مقاله نوشته میشه رو به عهده بگیرن و هوش مصنوعی نمیتونه این کار بکنه. در نتیجه نمیتونیم بیایم یک قسمت از مقاله رو مثلا متد رو یا مثلا دیسکاشن رو بیایم بگیم که کل این قسمت رو هوش مصنوعی نوشته. و این تمام انتشارات ها با این مسئله کاملا مخالف هستن که یک قسمت رو کامل هوش مصنوعی قرار باشه نوشته شده باشه. پس یک قانون کلی که همپوشانی داره تو همه این انتشارات ها این هست که اگر که شما میخواین از هوش مصنوعی استفاده کنین در جهت بهبود زبان اون مقالتون میتونین این کار رو بکنین. این که مثلا حالا یا ویراستاریش کنه، این که مثلا قابل خوندن تر بشه، شفافتر بشه، روانتر بشه، واضحتر بشه، توی این زمینه میتونین از هوش مصنوعی استفاده کنین. و خب این رو هم حتما باید گزارشش کنین. هم مسئله هم در مورد ترجمه من بگم، در مورد ترجمه که با هوش مصنوعی انجام میشه، به نظر من این هم، یعنی حتی اگر برای ترجمه هم از هوش مصنوعی استفاده میکنیم باید یک متخصص این کار رو انجام بده و باید یک متخصص کامل یک بار بیاد بخونه از اول تا آخرش و اشکالات رو این رو ببینه، ویرایشش کنه. چرا؟ مثلا یک مثال میزنم، مثلا من خودم تو زمینه اعتیاد به غذا کار میکنم. گاهن دیدم که یک مقاله میاد دستم در مورد اعتیاد به غذا، بعد خب اون ترمی که داورا میشناسن یا مثلا ادیتور میشناسه فود ادیکشن هست در مورد این. وقتی مثلا یه مقاله میاد که این فود ادیکشن رو اومده مثلا فود دیپندنسی از فارسی به انگلیسی مثلا نوشته، بعد ترجمهش کرده به فود دیپندنسی، یا اون در واقع پرسشنامه‌ای که استفاده میشه یه اسم خاصی داره که اگه ترجمه بشه اینو هوش مصنوعی نمیتونه تشخیصش بده که اونجا مثلا همون رو بیاد بنویسه، میاد صرفا ترجمهش میکنه. و اگه این با توجه اون متخصصی که این زمینه رو میشناسه، ترمینولوژی لغاتی که تو این کار شده رو اگر نشناسه و اون رو چکش نکنه، این یه مشکلاتی رو بعداً ایجاد میکنه. وقتی میرسه دست داور در جا اینو میزنه فست ریجکت، یا ادیتور همینطور وقتی نگاه میکنه میبینه که اون لغاتی که باید استفاده میشده، لغاتی که باید تخصصی مثلا اون پرسشنامه، اون ابزار یا اون تو قسمت متد یا جای دیگه که باید از یک لغت خاصی یا یه اصطلاح خاصی استفاده میشده که بین همه اون افرادی که تو اون حوزه دارن کار میکنن، بین همه اون افراد پذیرفته شده است و میاد یه ترجمه دیگه رو داره ارائه میکنه، این باعث میشه که خب خیلی چیزا رو اونجا این نشون بده به اون داور یا به اون ادیتور که این رو تصمیم گیریشون قطعا تاثیر میذاره. یعنی اینجوری نیست که بگه خیلی خب حالا بره درستش کنه بیاد. این به نظر من رو تصمیم گیریشون تاثیر میذاره. پس اون میزان استفاده هم که از زبان ما میخوایم بکنیم فقط تو روونتر کردنش یا تو ویراستاری، تو اون کاما گذاشتن و اینکه کجا چی کار کنیم، برای این هوش مصنوعی هیچ مشکلی نیست استفاده بشه. و تو گزارشمون هم، تو اون ریپورت نهایی، تو مقاله که می‌نویسیم هم حتما ذکر بشه و چک کنیم بر اساس گایدلاین اون ژورنالمون که کجا باید اینو بنویسیم و مطمئن باشیم که اصلا هیچ تأثیری هم تو روند کار ایجاد نمی‌کنه اگر تو همین چارچوب انجام بشه.
در مورد استفاده از اون هوش مصنوعی هایی که تو حالا اینستاگرام معرفی میشه یا تو یوتیوب معرفی میشه که مثلا تو 10 دقیقه یک مقاله رو بنویسه، مثلا دیسکاشن یک مقاله رو بنویسه یا ریزالت یک مقاله رو تفسیر کنه، این یک قانون خیلی مشخص تو همه این انتشارات ها، تو همه ژورنال ها در موردش وجود داره و 100% این رو ردش میکنن و خیلی با این مخالفن. شاید یک انتشاراتی، شاید یک ژورنالی متوجه نشه تو این زمان، ولی خب بعدها شاید ابزاری بیاد که ببینه، تشخیص بده این رو و خب مشکل ایجاد میکنه برای فردی که داره کار پژوهشی میکنه و در آینده هم میخواد کار پژوهشی انجام بده. اون متن نباید توسط هوش مصنوعی کامل تولید شده باشه که خب در موردش صحبت کردیم. این تا اینجا در مورد نوشتن و چاپ مقالات که با هوش مصنوعی چقدر میتونیم ازش استفاده کنیم، چه قوانینی داره. یه مسئله هم هست در مورد داوری مقالات. من خودم به عنوان اکادمیک ادیتور توی ژورنالی کار میکنم، یکی از ژورنال‌های وایلی کار میکنم و گاهن مثلا وقتی مقاله رو میفرستیم برای داوری به یه فردی میفرستیم، میبینیم که داور میاد مثلا اون مقاله رو رفته داده به چت جی پی تی، کلا بهش مثلا یک فرمانی داده که این مقاله رو اینجوری مثلا داوری کن و همونو میگیره کپی پیستش میکنه، میاد بارگذاری میکنه یا میفرسته برای ژورنال به عنوان داوری اون مقاله. ببینید همه انتشارات ها، تمام انتشارات ها و تمام اون مجلاتی که با این انتشارات ها کار میکنن به صورت 100% مخالف این هست. چرا؟ چون که این اسمش روشه، پیر ریویو، یعنی باید توسط یک فرد متخصص ما انتظار داریم که این داوری بشه، یا اون ژورنال انتظار داره که این توسط یک فرد متخصصی که تو این زمینه کار کرده و قضاوت انسانی میکنه این مقاله رو، اون متنی که بهش میرسه رو با توجه به تجربهش و دانشی که داره، اون باید ریویوش کنه. اگر که قرار بود که مثلا هوش مصنوعی اینو ریویو کنه که خب خود ژورنال قطعا داره، دسترسی‌های بهتری داره، بودجه‌های بهتری داره، میتونه از هوش مصنوعی استفاده کنه، تو یک ساعت هم مثلا اون مقاله رو بخواد بیاد داوریش کنه و مثلا بفرسته واسه اون. در واقع اون چیزی که اسمش روشه ریویو، پیر ریویو که میشه، اگر قرار بود هوش مصنوعی رو داوریش کنه خب میشد AI ریویو، ولی AI ریویو نیست. حالا ممکنه که اون ادیتور ژورنال هم اون داوریه بهش برسه و چیزی نگه یا مثلا مشکلی نباشه تو اون لحظه، ولی قطعا دیگه برای اون داوری که از هوش مصنوعی استفاده کرده، برای اون داور دیگه قطعا مقاله از طرف اون ژورنال فرستاده نخواهد شد، حالا مگر اینکه متوجه نشه اون داور از هوش مصنوعی برای داوری این مقاله استفاده کرده. این هم مسئله خیلی مهمیه. حالا چرا این دلیلش هست؟ یکی این که بحث محرمانگیه، یعنی این که یک مقاله وقتی که دست ما میرسه به عنوان یک داور، این مقاله جلوی دست ما امانته و ما باید اون محرمانگیش رو رعایت کنیم. این که این رو ما حالا در اختیار هوش مصنوعی داریم قرارش میدیم، نتایج این مقاله رو، نتایج این کار رو داریم در اختیار هوش مصنوعی قرار میدیم، این کاملا تضاد داره با اون بحث محرمانگی. این مقاله برای شما فرستاده شده، برای ما به عنوان داور فرستاده شده و ما باید این کار فرایند داوریش رو انجام بدیم و اینکه به هوش مصنوعی بخوایم بدیم و اینکه کاملا هم مشخص است. یعنی مقالاتی که داور میده به هوش مصنوعی، اینا رو در واقع داوریش میکنه، هر چقدر هم انسان سازی کنه، هر چی فرمانهای مختلفی بده، این کامل مشخصه. یعنی با یکم تجربه اگر اون ادیتور یا اون ژورنال به مقالات مختلفی دستش برسه، کامل متوجه میشه که این مقاله مثلا طرف با هوش مصنوعی انجام شده داوریش. حالا به نظر من، به نظر شخصی من، یک مقاله 2 تا کامنت از طرف یعنی یک ریویو انسانی با 2 تا 3 تا 5 تا کامنت داشته باشه، ارزشش اون کامنت ها خیلی بیشتره تا اینکه مثلا چند تا 10 تا 15 تا کامنت با هوش مصنوعی داشته باشه. البته تو بحث استفاده از هوش مصنوعی هم تو داوری هم قوانین خاص خودش هست. تو ژورنال ها باز هم میگه برای این ادیت زبان اون فیدبکی که میخوایم بدیم، اون کامنت هایی که میخوایم بذاریم، برای خواناتر کردنش، برای روونتر کردنش، استفاده از هوش مصنوعی مشکلی نداره. ولی همونطور که گفتیم، این که بخوایم کل متن رو بدیم یه AI بیاد این رو داوری کنه،
این تضاد داره با اون چیزی که ازمون خواسته شده و این اون داوری نیست که اون ژورنال خواسته. حالا این مطالبی بود که من فکر کردم که خوبه در موردشون صحبت کنیم، در موردشون حرف بزنیم و اگر که سوالی بود یا اگر که کامنتی داشتین، شما نظری داشتین در این زمینه، حتما تو کامنت ها بنویسید، ممنون میشم و کانال رو سابسکرایب کنید. خیلی ممنون از شما.